میدونستی تو ایران سالی 10 میلیارد دلار ضایعات محصولات غذایی و کشاورزی داریم؟ مثلا سالی 1.5 میلیون تن سیب زمینی که برابر با 150,000 کامیون. میدونستین اکثر داروهای گیاهی تو عطاری‌ها و ادویه‌هایی که تو خونه هامون هستن ممکنه آلوده باشن؟ چرا سیری که از چی این همه تو راهه جوونه نمیزنه خراب نمیشه، اما سیر ما زودی جوونه میزنه خراب میشه؟ چرا سیب فرانسه این همه راه میاد میره تره بار، میریم میخریم میذاریم خونه نگه میداریم خراب نمیشه، اما سیب ارومیه همین بغل گوشمون زودی خراب میشه؟ یادتونه ما اون بزرگا سبزی و میوه و لواشک رو زیر آفتاب خشک میکردن؟ هدف خشک کردن نبود، هدف ضد عفونی کردن اونها بود و بالا بردن موندگاریشون. پرتوی گاما تو کتابای فیزیک رو یادتونه؟ شار پرتو میاد با همین پرتوی گاما کار همون آفتاب انجام میده، میان هم محصولات تازه و هم محصولات خشک رو ضد عفونی میکنن بدون استفاده از هیچ سم شیمیایی. شار پرتو یه شعار داره: ما برای سلامتی شما پرتودهی میکنیم، شما هم از این به بعد محصول پرتودهی شده رو مطالبه کنید.